سلام خدمت دوستان یوتیوب، حالتون چطوره بچه ها؟ امروز قراره با هم بریم دانشگاه، یه جایی که مثل زندان میمونه، زندانی که با دانش های الکی پر شده. با من همراه باشید، هرچند که نمیتونم مثل سامان فیلم بگیرم چون خبری از سامان نیست. این منم و شماییم. حالا آقا میریم جلوتر، به سامان هم میرسیم چون قطعا اونجا قیافه دوست عزیزمون رو میبینیم و شاید افراد جدیدتر، ولی خب قطعا اونا نمیان داخل ویدیو. آقا برو بریم. آقا ما تو ترافیک گیر کردیم بچه‌ها. البته خب ترافیک که نمیشه گفت، چراغ قرمزه که رد کردیم میپیچیم به بازی و میریم سراغ دانشگاه. حالا دانشگاه کجاست؟ یه جای دور افتاده به درد نخور. بریم سراغ ادامهش. البته هنوز چراغ قرمز سبز نشده، سبز که شد حرکت میکنم و میرم سراغ سامان. بچه‌ها میتونم اسم اینو بذارم شکار سامان. میریم و میرسیم به شکار قشنگمون و سامانو قراره شکار کنیم. با ما همراه باشید. اصلا از این بعد هدف ویدیو سبز شد. دوستان یوتیوب اگه تا الان آقا لایک نکردید بچه لایک کنید. چرا لایک نمی کنید؟ سبز شد باز. نه آقا شانس نداریم دوستان. کن تا من میام با شما صحبت کنم سبز میشه، پس لایک رو بزن. من میگفتم تا دیر نشده آقا لایک رو بزن، سابسکرایب کن. تا دیر نشده و من حرکت نکردم لایک کن. سبز شد بچه. من مجبورم هم جلومون نگاه کنم هم شما رو. ببخشید نگاه کنید، من مجبورم هم اینجا رو داشته باشم هرچند که کسی نیست. ولی خب ببین الان یکی اینجا رد میشه، ببین. پس من مجبورم هم جلو داشته باشم هم شما رو. پس ببخشید دوستان یوتیوب. بچه ما نزدیک شدیم به شکارمون. یعنی چی؟ یعنی سامان رو براتون شکار میکنم. مثل با سبز شد لعنتی. بچه داشتم میگفتم آقا سامان رو براتون شکار میکنم مثل ببر. انا نگاه کن، درسته ایکلش گنده است ولی من یه فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیز. انا ببین آقا برو ببین. دوستان یوتیوب ما رسیدیم به حوالی شکار. یعنی چی؟ یعنی محیطی که میتونیم شکار رو توش پیدا کنیم. اولین قانون شکار چیه؟ باید بویایی قوی داشته باشی بچه. حالا چی کار میکنیم؟ ما شیشه ها رو می‌بینیم پایین. ببین شیشه ها، این شیشه و بعد بو میکشیم. باید ببینیم سامان بوش اینجا میاد. بوی گو. دوستان یوتیوب وقتی به یک نقطه ای از محیط شکارتون رسیدین، اونجاست که دیگه حس بویایی به کار شما نمیاد. باید چیکار کنید؟ باید پیاده بشید. یعنی با پای پیاده برید دنبال شکارتون. بچه‌ها میخوام سامان رو براتون شکار کنم، پس تا آخرین لحظه ویدیو بشینید، لایک کنید، کامنت بذارید. یه عشقی دیگه. آقا برو بریم ببینیم سامان رو میتونیم شکار کنیم یا نه. تجهیزات شکارمون رو برداریم. باید بریم دنبال سامان. لعنت به این زندگی باده. بچه من کاتش میکنم، واقعا حال ندارم همه رو ویدیو بگیرم. دوستان تو بچه ها حس بویایی من میگه که سامان این دور است. بریم که ببینیم آقا. بریم ببینیم. سامان خیلی آثار و برکات نشون دهنده اینه که یک سامان اینجا داریم واسه شکار. این خدمت دوستان بگم که راه هم نشون بده. ببین یه چیزی که خیلی زیاد میبینین اینجا، یک جمله خیلی معروفه، من میخوام نشونتون بدم. ببین این
یعنی تنها جمله‌ای که تو تک تک دیوارا میشدید فقط همینه حاجی. لبیک یا خامنه‌ای. چه سامان از پشت به نظرتون قشنگ‌تر نیست؟ داریم همکنون داخل پاساژ رو پاساژ. دوستان حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، بچه‌ها کامنت بذارید به ما انرژی بدید. می‌بینیم داخل چه شرایطی دارن با من دانشجو. خدا رضاشه. بیا از این کلاس خالی پیدا می‌کنیم. پیدا کردن کلاس خالی مثل پیدا کردن طلا میمونه. این کلاس همیشه درش بسته بود بچه‌ها. دوستان یوتیوب این کلاس همیشه درش بسته بود، یعنی یه قفلی سرش بود که همیشه بسته بود. حالا نگاه کن باز شده. بچه‌ها این کلاس هم این کلاس از کلاس‌های طلاییه، چون همیشه کولرش روشنه و سردترین کلاسه که ما مثلا دیگه چند ترمی که اومدیم دانشگاه همیشه می‌اومدیم. واقعا کولر خفنی داره ولی وضعیت این عملا دانشگاهه ها دوستان. این یه دانشگاه اسمش ولی خب در واقع هنرستانه و خودتون بچه سامان لاتی تو کامنت ها جدی نگاه زنجیرشو از دور وایس سامان بگیرمت. عرق کشمش سامان لاتی تو کامنت ها بچه بریم ادامه ویدیو. آقا این ویدیو یه حالت بلاکتوره دوستان، میتونید لایک کنید، میتونید ساب کنید، ولی به نظر من حتما این کارو بکنید. سیما دانشگاه نمایی نشون بدید. آره خواستیم از دانشگاه نمایی بهتون نشون بدیم. من و سامان مثل آمار دلاریم بچه‌ها، این یوهو میره بالا. این کوتاهه. بچه‌ها لایک کنید حتما. بریم دوستان یه نقاط دیگه از دانشگاه هم نشونتون بدیم. سامان ببینید داخل این کلاس نشون بچه‌ها بدیم. بریم. امیدوارم خالی باشه. خالیه؟ عجیبه. آقا خدا وکیلی بذار نمای دانشگاه رو نشون بچه‌ها بدم. بچه‌ها نگاه کنین. این دانشگاه ما دوستان. ببین ما اینجا درس می‌خونیم. واقعا خنده داره. این دوستان این دستمالا بچه‌ها اصلا من نمیگم برای چی استفاده شده. سامان بهتون میگه. یه دلیل بیشتر نداره. امیدوارم اون نباشه. اینو نگاه کنید بچه‌ها. حالا نمیدونم این گچ از کجا ریخته. البته تازه رنگش کردن ها. اون چیه؟ عمو جان. دانشگاه پسرانه. بچه این میزم که دیگه نمیدونم چرا اینجوریه ولی خب دیگه خودتون بگید بابتون. بچه‌های به نظرتون این کلاس خالیه؟ اینم خالیه. What the fuck؟ همه کلاس ها بچه‌ها امروز خالیه. بعضی شانس شماست که تمام کلاس ها خالیه. مگر از سامان؟ بچه تا حالا ما رو داخل این وضعیت ندیدیم چون که ما عاقلتاً خیلی با کلاس و خفن و اینا میان ویدیو میگیریم ولی خب الان اینجوری نیست. داخل دانشگاهیم و باز هم آشغال. من نمیدونم نظافت چیه اینجا داره چیکار میکنه. ببین رستوران هم بده. اینجا داره تخمه خوردنه. What the hell؟ ببینید واقعا افتضاحه. این سینمای اینجا چی داره؟ این سینمای دیگه. طرف اونجا میشینه چرت میگه. ما هم اینجا میشینیم تخم میکنیم. حتی من این کار نمیکنم بچه. واقعا شما هم نکنید زشته. سنی ازتون بوده ترم 4 طرف ترم 5 طرف اینجوری تخم میخوره و جن میزنه زیر پارت مثل گوسفند. لایک کنید بس. دوستان یوتیوب ما برگشتیم دوباره داخل این کلاس که گفتم همیشه درش قفله و میخوام بهتون یه چیزی نشون بدم که خودم فهمیدم چرا درش قفله. سامان برو بیرون نشون بدم بچه‌ها اینجا نگارید. اینجا چی نوشته سامان بخونش؟ اتاق 20 گی خب پس الان فهمیدیم دلیلش چیه. اینجا اتاق همه چیز
احتمالا 2 تا صندلی هم بیشتر نداره بچه‌ها. خب این دلیلش چیه؟ یکی اینجا یکی اونجا و این یعنی وای. آقا بریم از اینجا بیرون.